امروز با هم نگاهی به آبجوسازی مجیدیه میندازیم. اولین آبجوسازی ایران، کارخونه‌ای که یکی از قدرتمندترین سیاستمداران قاجاری اون رو تو باغ‌های مجیدیه ساخت و تا قبل از انقلاب هم بسیار فعال بود. در دوران ناصرالدین شاه آبجو از هندوستان وارد میشد و به علت مسافت طولانی خیلی گرون بود و کیفیت لازم رو هم نداشت. با وجود نیاز داخلی، کارخونه‌ای برای تولید آبجو در ایران وجود نداشت تا عبدالمجید عین‌الدوله صدراعظم ناصرالدین شاه در سال 1288 بنای اولین کارخانه آبجوسازی ایران یعنی مجیدیه رو گذاشت. عین‌الدوله کارخانه مجیدیه رو در بخشی از باغ‌های خودش که بهش میگفتن باغ شازده تأسیس کرد. کارگران این کارخانه هم از ارامنه و اهالی دیگر شهرها بودند و در اطراف کارخانه در خانه‌هایی به نام خانه کارگری ساکن شدند. کارخانه آبجوسازی مجیدیه در کنار کارخانه‌های آرگو و شمس جزء 3 برند مطرح آبجو بودند که در زمان انقلاب کارخانه‌ها تخریب و تعطیل شدند. و در حال حاضر هم کارخانه شمس مجددا فعالیتش رو شروع کرده، اما کارخانه‌های دیگه کاربریشون تغییر کرد.